قانون 2000 به ما میگه که هر کسی میتونه پولدار بشه اگر 2000 روز توی یک مسیر ثابت بمونه. اگر شما 5.5 سال بدون پریدن از شاخه‌ای به شاخه دیگه فقط توی یک مسیر ثابت بمونید، اتفاقی که میفته یک اتفاق فوق‌العاده است. شما وارد یک مسیری میشید که بهش میگن تجمع پایداری. آدم‌ها تصور میکنند که پیشرفت خطیه، اما نیست. سال اول وضعیت شما بده، سال دوم بهتر میشه، سال سوم کمی میدرخشید، سال چهارم دیگران تازه متوجه میشن که وجود دارید و سال پنجم نتیجه های شما جهشی میشه. این مورد به خاطر یک حرکت بزرگ نیست، به خاطر صدها حرکت کوچیکه که روی هم جمع شده. شما اگر 2000 روز سرمایه گذاری منظم انجام بدی، ثروت میسازی. اگر 2000 روز روی یک مهارت کار کنی، استاد میشی. اگر 2000 روز تولید محتوا انجام بدی، توی بازی حکمرانی میکنی. اگر 2000 روز روی یک بیزینس بمونی، یا میترکونی یا شکست ناپذیر میشی. مشکل مردم این نیست که نمیدونن چطور پولدار بشن. مشکل اینه که حتی 200 روز پایدار نمیمونن، چه برسه به 2000 روز.